خب بچه بالاخره اوکی شد و خیلی خفن، بیشتر از چیزی که فکرش میکردم. هلو گایز، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدیدمون. این ویدیو یکم متفاوته و قرار اولین ویدیو از تغییر اتاقم به یه اتاق خیلی خفن باشه. اگه شما از این سبک ویدیو دوست دارین حتما لایک، کامنت، سابسکرایب کنید و توی کامنت هم بگید که این نوع ویدیو رو ادامه بدم یا نه. من چند روزیه داشتم و خودم فکر می‌کردم که این بالا خیلی خالیه و اصلا نظرم جالب نیست. کلی گشتم توی ایده خیلی خفن توی فکرم اومد، توی ذهنم اومد و یکم سرچ کردم و چند تا ویدیو ازش دیدم وای چقدر ایده خفنیه، چقدر باحاله و همین باعث شد که با خودم بگم چرا من انجامش ندم و چرا شما انجامش ندید. امروز قراره که یه دونه بتمن خیلی خفن این بالا بزنیم. خب بدون هیچ حرف دیگه ای بریم واسه درست کردنش و بذاریمش این بالا، ببینیم نتیجه چی میشه. امیدوارم یه نتیجه خیلی خفن بهمون بده چون قراره کلی واسش زحمت بکشیم. بریم. خب تمام چیزایی که نیاز داریم ایناست. حالا بهتون یکی یکی میگم. این که بتمن خفنمونه که بعد بدید واسهتون برش بزنن. از این طرف یکی یکی بهتون میگم چیزایی که نیاز داریم. لحیم، دریل، یه مقدار پیچ و RGB. حالا میتونه از LED معمولی هم استفاده کنید، هر رنگی که دوست داشتید. و اینا که کنترلشه، یه مقدار سیم، وارمیش، سیم واسه لحنکاری بین نورامون، RGB همون که بهتون میگم. این هم که واقعا اونه، نمیدونم چرا اینجا گذاشتم. چسب و آداپتور این LED همون. اولین کاری که نیاز انجام بدیم اینه که LED همونو پشت این بتمنمون بچسبونیم. جوری که من میخوام انجامش بدم اینه که یه سری جاها رو میخوام کامل بذارم، یه سری جاها هم تیکای کوچیک. یعنی شما از این قسمت میتونید اینا رو برش بزنید و میتونید تیکای کوچیک بذارید. ببینید بچه، فقط یه نکته‌ای که هست اینه که واسه برش این LED ها باید دقیقاً جایی که این خط هست برشمون رو انجام بدیم و متاسفانه من فقط اینو داشتم که با این نشد من برشم انجام بدم. من مجبور شدم برشم با قیچی انجام بدم. بعد از اینکه همه برشاشو انجام دادیم بعد یکی یکی اینا رو بچسبونیم. خب بعد اینکه LED ها رو چسبوندیم بعد LED ها رو به هم دیگه وصلشون کنیم با استفاده از لحیم و سیم و این داستانا. بریم که درستشون کنیم. years later. خب سیم کشیاش هم که انجام دادیم و تموم شد. اینو دادم به این، اینو دادم به اون، اونم دادم به اون، اینم دادم به این، یه دادم به این، یعنی دادم به این، یعنی دادم به این. آره خلاصه. ولی متاسفانه این مشکل پیش اومد و از ویدیوهای قبلی تا الان 2 روز گذشته و الان بعد 2 روز هم ویدیو رو دوباره ضبط میکنیم و مشکلی هم پیش اومد این بود که این آیسی که آیسی فرمان این کنترل یهو نمیدونم به چه دلیل خراب شد و دیگه الان کلا روی یک رنگ، تک رنگه و دیگه هیچ فرمانی نمیشه بهش داد که از RGB استفاده کرد. ما 2 روز پیش کنترل سفارش شدیم ولی متاسفانه نیومد. واسه ما تصمیم گرفتیم که ادامه ساخت و درست کردن این ویدیوهاشو بگیریم و دیگه با همین تک رنگه و احتمالاً 1-2 روز دیگه سفارشمون برسه و من اونو وصلشون کنم به جای این. ولی فعلا موقتی واسه اینکه فقط پروژه رو تکمیل کنیم و بزنیمش به دیوار، من با همین خراب که تک رنگه ادامه مراحل رو میرم.
و این شد نتیجه کارمون که خیلی تمیز و مرتب سعی کردیم همه کارا انجام بدیم و میبینید دیگه روی تک رنگ مونده و هر چقدر با کنترل دیگه میزنیم عمل نمیکنه و صبر کنیم تا کنترل بعدی برسه. خب بعد اینکه LED ها رو تست کردیم، همه چی رو تست کردیم، وقتش رسیده که بیایم بزنیمش اینجا. پس بریم واسه ادامه کارش. مرحله بعد اینه که یه چوب برداریم و چوبمون رو به هر ابعادی که میخوایم تیکه تیکه کنیم و یه تیکه اینجا بچسبونیم، یه تیکه روی دیوار و اینا رو هم دیگه سوار کنیم تا بتمنمون روی دیوار بچسبه. پس بریم ببینیم که نتیجه چی میشه. خب بعد اینکه برشمون رو زدیم ما بعد بیایم این قسمت رو چسب بریزیم و به بتمنمون بزنیم و این قسمت رو هم چسب بزنیم و به دیوار بزنیم. بچه من تصمیم گرفتم تیکه دومی رو به جای اینکه با چسب وصل دیوارش کنم بیام با میخ این کار انجام بدم. چرا؟ یکی این که اگه با چسب وصل دیوار کنید احتمال خیلی زیاد بعدش عرض کنده میشه، ولی دیگه با میخ این اتفاق نمیفته. و دلیل دومش اینه که وقتی با میخ وصل کنید و اون میخ رو وسط اون تخته بزنید باعث میشه که بتونید بتمنتون رو به هر طرف که میخواین بچرخونیدش. اینو چجوری با هم دیگه وصل میشن؟ این میاد بالا این قرار میگیره اینجوری و ما از اینجا پیچ میزنیم و این دوتا رو با هم دیگه پیچ میکنیم و اینجوری این وای میسته. ما اول باید جاشون رو مشخص کنیم، پیچ رو بزنیم و دوباره پیچ رو باز کنیم و بعد اینکه اینا رو چسباشون رو زدیم به دیوار و به بتمنمون بعد بریم اون بالا روی دیوار و دوباره پیچشون رو ببندیم. بریم انجامش ببینیم نتیجه چی میشه. و بعد اینکه جاشون رو مشخص کردیم و دوباره پیچا رو باز کردیم، حالا ما باید بیایم اینا رو بچسبونیم به بتمن و دیوار. بریم انجامش بدیم. اول این قطعه رو میچسبونیم روی بتمن. قشنگ پر چسبش کنید که یه موقع کنده نشه همه کارتون خراب بشه. چون این پشتش هر چقدر بیرون بزنه اصلا مهم نیست. بس قشنگ پر چسبش کنید. خب بعد از چسبونه این تیکه بعد بریم این تیکه دیگه شو هم بزنیم به دیوار و بعد بریم این دوتا رو هم دیگه سوارشون کنیم. بریم ببینیم چی میشه. خب بچه بالاخره اوکی شد و خیلی خفن، بیشتر چیزی که فکرشو میکردم. اگه آماده این بریم ببینیمش. 1 2 3. آقا خیلی خفنه، خیلی.
اشتباه قطعش کن